دوستان گرامی، اینجا سوال ها آمدن به صفحه تلگرام ما. شنونده ما مرجانه سعیدزاده گفتند که من کارمند کتابخانه می باشم، متاسفانه یک سال باز نمیتوانم کودکم را به باغچه سپارم به خاطر اونکه جای نیست و وقت خودم هم نیز میبینم که در یک گروه حتی تا 40-50 نفر کودکان جای داده شدند. دلم نمی شود که کودکم را به باغچه سپارم. چی کار کنم که این مشکلی راه حل خود را مییابد؟ تشکر. واقعا از شهر دوشنبه، خصوصا در شهر دوشنبه، در مرکزهای ماموری جمهوری یعنی مرکز ولایت ها و خصوصا در پایتخت، مسئله فراگیری با کودکان در تعلیم و تربیت تا مکتبی زیر نظارت جدی مقامات اجرایی حکومت دولتی قرار دارد. اگر شنونده عزیز ما از خبرها در سمت ساحه معارف آگاه باشند، تنها سال گذشته در شهر دوشنبه با تشبث کشور به واسطه رئیس شهر دوشنبه محترم عبدالرحمن معالی 7 مؤسسه تا مکتبی نو شده و استفاده داده شد. یک چیز رو باید بگم که طبق نظامنامه واقعا 30 نفر کودک در یک گروه باید باشد، اما از اون که در یک کودکستان نسبت به آموزش این یا اون مشغولیت، از جمله آموزش فنهای روسی و انگلیسی یا که محفل های گوناگون از قبیل کوریوگرافی، شاهنامه، تکواندو یا چیز دیگر هست، پدر و مادر کوشش میکنن که همه به همون مؤسسه به همون گروه کودک خود را بگذارن، وگرنه مؤسسه تا مکتبی نیز هستن که المعیار کم از کودک. این خیلی مؤسسات در شهر دوشنبه زیاد است، اما همه میخوان که در همون جا کنن، یا اینکه پدر مادر بیشتر به اون توجه میکنن که این کودکستان به منزل زیستی آنها به خانه آنها نزدیک باشد. بله، به منزل زیست. اصلا در فرا گرفتن کودک در منزل زیست واقعا این منطقا درست است که پدر مادر باید به منزل زیست، در منزل زیست خود نزدیک مؤسسه تا مکتبی گذاشته از پی کار فعالیت خود شود. لیکن مؤسسه تا مکتبی طوری که گفتیم هست مؤسسه تا مکتبی که از معیار زیاد کودک دارند، اما مؤسسه تا مکتبی نیز هستن که دارند. و شنونده عزیز چی مسئله میدیم در طبق طلبات قبول به مؤسسه تا مکتبی کودک طوری که شما در اولی صحبت گفتید کودکان زیاد فرا گرفته نشدند. بنابراین در 75% معارف جمهوری نوبت تشکیل کرده شده است. دفتر قید دفتر نوبت هست و اونجا مراجعت میکنن. در صورت خالی شدن مؤسسه، یعنی جای خالی پیدا شدن در مؤسسه، کودک ممکن است فرا برسد.